شما که تصور بکنید نماز 5 وقت رو داریم میخونیم، هر وقتش که میخونیم با جماعت 27 برابر به صورت فراداست. اینو در یک روز، بعد در یک هفته و یک ماه و یک سال و یک عمری که انسان این همه اجر و ثواب به دست میاره، میدونید در روز قیامت چقدر انسان‌هایی که تارک نماز جماعت بودن حسرت میخورن. وقتی مؤمن وضو میگیره تو خونه و قدم بر میداره به سوی مسجد برای ادای نماز جماعت، هر قدمی که میگذاره و بر میداره هم گناهی از او و خطایی از او برداشته میشود، به او درجه‌ای داده میشود، ثواب و حسنه‌ای نوشته میشود تا بیاد وارد مسجد بشه. وارد مسجد هم که میشه گویا مهمان خداست و مهماندار الله عزوجل هست. تا زمانی که تو مسجد منتظر اقامه نماز گویا تو نمازه.